حالتون چطوره؟ آقا ما امروز اومدیم با یه ویدیوی عجیب غریب، نه یه ویدیوی خیلی سمی. خب حالا موضوع ویدیو چیه؟ موضوع ویدیو یه ذره بده، یه ذره بیادبیه، یه کوچولو فقط بده. موضوع ویدیو از این قراره که ما به شما گفتیم اگر بخواید به یه نفر پیشنهاد رابطه خاک برسری بدید چجوری میگید؟ شما گفتید ما میخوایم بخونیم الان گوش بدیم. ولی من روم نمیشه کیکی، این بار دیگه روم نمیشه. روم نمیشه؟ نه من میشه. آقا قبل از که برید ویدیو رو ببینید حتما برید کانال رو لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بی وقت بریم سریع ببینیم که چیا گفتید. آماده ای؟ بله. Let's go. میگه خانم شما اورئوید چون میخوام لاتون رو باز کنم. ببین این ویدیو از الان میدونم قراره خیلی زنباقی ازایی بشه. باحاله خب ولی خب اینجوری پیشنهاد بده کسی قبول نمیکنه. آره اینو میدونی این تیکه واریه. مثلا ببین این تیکه از فرار باید بکنی. آره باید فرار کنی چون بگیر لاتو باز میکنه و میخوره. ولی بد نبود. میگه یه جوری میگم که متوجه بشه. عشقم میای بریم هتل رمانتیک بازی کنیم یا شب جمعه بریم هتل؟ دیگه این پسر دخترش هم بگو که پسر دختره این. اوه پس این خنده نداره. یعنی دیگه آره دیگه این دختره که داره دعوت میکنه یعنی بی بذار تو برو. آره دیگه این رسومه که پسر افتام شاید داره بد میره جلو. و اینه بخش بهتون بگم نصف از این جوابا رو اکثرا دختره گفتن. یعنی میتونه هم آموزشی برای شما باشه هم یه راهکاری پیدا میکنی. خیلی هاشو دخترا گفتن. ببین ما چقدر به فکر شما این بعد بگه عمومت به فکر ما نیست. بفرما عمومت؟ لازم خالکیانا. What the fuck dude. بیا منو کن. رک بودن بهترینه. دختر باشه دیگه. این آدم درستیه چون همیشه صادقه. میدونی؟ آره. خب پسر به همش دختر صادق نیاز داریم. یعنی همش دختر صادقی باشه همین پسر شما که بعدتون نمیاد دختر انقدر صداقت. با هیچ دیگه کم نداره. آره لاشی. نکست. نازود ادا در میارم خودمو میمالونم بهش یا اشاره میدم اگه نگرفت که چی میخوام میشینم جلوش میزنم. دختره؟ شما در دختر دید خیلی زیاد. مثلا دختره این همه پسرا چون دختره جواب میده. این زیادی پیش نرفتی به نظر من. این زیادی همه چی برعکس نشده. چرا؟ میشینن برای میشینن جلوش میزنم. یه دختر توی این مملکت کافیه 4 بار بخنده خودش میاد میگه. با توجه به نه من قبول ندارم. هر دختری که بخنده نداره بهش پیشنهاد بدی که نمیگی؟ نه که کی بسن همچین میره پیشت بده. من منظور اینو فهمیدم چی داره میگه ولی خب مثلا بخوای اینجوری بگی اینجوری هم نیست. یعنی پسرا هم اینجوری نیستن. نه من همچین فکری نمی‌کنم. ما پسرا چون خیلی اوپن مایندیم خیلی روشن فکر. اگه دختر 4 بار بهتون اینجوری بخنده نمیدید بهش بگید بیا با من بخواب میگید. خب نمیام منم بخواب مثلا میریم ما خوشو میزنیم. خب بعد که بهش بخوابید دیگه. آره دیگه. اون زمان مهمه میدونی. میگه میرم بهش میگم دلم میخواد منو تنگ و گشاد کنی. مگه جورم چی داری میگی؟ دختره؟ منو دلم میخواد تنگ و گشاد کنی. میشه منو تنگ و گشاد کنی؟ وای من مثلا واکنش اینا که به پسرا میاد اینا پسرا چی میگن؟ واقعا پسرا که اینجوری میشه چی میگن؟ اولش کم شوخیای سی میکنم بعدش دیدم خودش اوکی کم کم نزدیک میشم که به فاک نرم. این یعنی پسر با تجربه بچه‌ها. این کسی که قدم یواش یواش میره از اینا باید ترسید. چرا این بلده. این امیر نیست اسمش؟ نه امیر نی محمده. بیا اینم محمدم. محمدم همین. قبیل بگیر. بلدن. نکست. این شطوری که دم در خونه همه میخوابه پس پشت کن که قضیه برعکسه. پشت کن قضیه برعکسه. آها شاید نمیدونم واقعا یه ذره تاریک شد. یه ذره تاریک بود. داشت امیدوارم بچه‌ها اگه شما فهمیدید این زیرمون بگید و حتما بچه‌ها به نظر من خیلی قشنگ میشه. حتما بیاید به این کسایی که این چیزا رو گفتن نمره بدید. ببینید کدوم تیکی خفن تره یا حتی دختر ببینید کدومش خفن تره، پسر ببینید کدومش خفن تره. این توی کامنت حتما بگید ببینیم شاید به در بقیه بخوره. میگه اجازه میدی خودمو داخلت قایم کنم؟ کلیسا دنبالم من دخترم ولی اگه پسر بودم اینجوری پیشنهاد میدادم. من تو خوندن متن من حضرت ریده یه جو میخونه. این الان خوب میخونم. نکن نکست. میگه تشریف بیایید خونمون با هم یه چای بخوریم. واقعا اینجوری پیشنهاد میدی؟ این مرده. خب این خب تو خیلی نامردی. تو چایی بیاری اینجا. چای میخوای یارو بزنی. خب مثلا در بگو آقا یه گنجش دارم با ارزن رو پایه میزنی یا یه چیز دستش میاد. یارو بفهمه چای. خب یارو میگه آخ چون چای میاد اونجا دو لاشی. منو با چای.
چایی نمیشه. بچه‌ها دیگه برای چای هم خونه کسی نرید دان. تمام. یه عزیزم میای خونمون یه قورباغه دارم میزنه شبکه 4. این خوبه. این نکن. این رسون. من فهمیدم الان برم چه خبره. باید بدن شبکه 4. یعنی اوضاع زارتان زروتان نمیری اونجا. خب این یعنی کارش درسته. یعنی داری میگه آقا بیای اونجا با زبان به زمانی باید تو بدی. آره نه مثل اون داداشمون چای. از چای به درسید. بفهمید چی میخوام. بهش میگم باغچم خوش شده می آب بهش بدی. این خوب بود. اینو من واقعا بچه خیلی قشنگ نمره گفتی. 10 میدم. خداییش این خیلی خوب بود. اسمش نمیخونه فکر نمیتونم بخونم ولی واقعا قشنگ گفتی. آفرین. خودت میدونی کی هستی. میگه باغچم چی؟ باغچم خوش شده می آب بهش بدی. ما هم ما بدیم بچه خدا رو. واقعا دلم میخواد به همین راحتی. رلم که از خدا شد. بابا چرا ما رل همش از خداتون میدید؟ آقا ما از خدامون نیست. چرا؟ از خودمونه. شما بچه‌ها بگید جواب از خودمون هست نیست. آره اگه از خودتون نیست بگید زیر آقا نه من این طرز تفکر رو بدم میاد که میگه شما از خداتونه. شما از خداترتونه. اوکی خیلی از دخترم از خودشونه. ما درست دوست داریم ولی شما از خودتونه. از خداتونه. میگه خانم ببخشید میشه طلوع صبح با هم ببینیم میگن یه دنیایی توشه. این شاعره. این شاعره. یه چیز توش هست دیگه آدمی درست میگم. یه چیزی توش میتونی پیدا کنی. مواظب باشه طول صبح در داور نباشه. میگه یه جوری لباس میپوشم که پارتنرم خودش پیشنهاد بده مخصوصا قسمت بوبی و بیرون میندازم چون پسرا حساس ترن. آیا همه لامصب خیلی کار با پسرا رو میدن. بله و تو میگی چرا مثلا میگید ما فلان دیگه معلومه دیگه. خب دیگه دوست داریم دیگه چیکار کنیم دیگه. خیلی دوست دارید دیگه آدم عصبی میشه. حالا شما یه چیز دارید یه جای بنازید. هی بنازید. سن دستی که بگذره درگیر مسخره بازی نیست. یهو میری بهش میگی بیا من کن. دیگه سن که آقا این راست میگه واقعا. سن که از 30 بگذره دیگه شل میکنی. دیگه دنبالشی. دختری درست میگم؟ دنبال پسرایی. دیگه از 30 رد کنی. پس میگن وقتی که بستونت بود فکر زمستونت بود. از اونجایی که 22 سالمه و خیلی مونده که به اون مرحله برسم برای همین نمیدونم. من میدونم. من اطلاعات دارم. از 30 که بگذره دنبال پسران. گفته باشم اینو. پسر موقعی که مناس میکنیم. اون موقع است که ما میتازونیم. دارن پلن میچینن دختر. اون موقع است. پس همه 30 که برسن تمومه. آب خبر بیارم. چقدر دوست دارم طعم لباتو بچشم. از اونجا شروع. اینقدر آسون نیست. بچه شما تو تگزاس هم چقدر دوست دارم. من یارو میگه بیا انمو بخور بابا. بیا طعم انمو بچش. آره واقعا همیشه خوب پیش نمیره مثلا. البته خب اینا شاید پارتنرشو دارن میگن خب ولی مثلا بخوای که مثلا تازه باش دوست شدین داستانا فکر کنم همچین حرفی بهت بزنه یعنی نه خب این پارتنرشو نمیگه پارتنر که میگه میخوام. آره میگه میخوام بده بزنیم آره ولی این آره به نظر من همچین حرفایی میتونید بشن یعنی همچین آسون هم نیست بگی مثلا آقا من اینو میخوام تو بگی بفرما شاید برینه بهم یا بگیرش آره بگیرش اینا هست. میگه به شوهرم میگم کیومرث و نازگل دلتنگ همن. اینه با زمینی اسم گذاشتن ولی من شنیده بودم که اومد چقدر بامزه. من باید اسم بزنم خیلی باحالیه اسم گذاشتن خیلی بامزه بود. کیومرث و نازگل اسما رو این خوبه بامزه است خیلی بامزه بود. میگه بحث میکشم سمت طبع گرم و اینکه بدنم همیشه داغه و طبع داغی دارم و طرف خودش میفهمه چقدر حاتم و به فلان ختم میشه. بچه ها باشه ویدیو آره یار بچه ها الان دارن نگاه ویدیوی بعد نگاه میکنن اوه یه خیلی دیاد شد زیاد یعنی خانوم بذاری یواشتر. میگه بیا یکم با هم صحبت کنیم آخرش هم شلوارتو بپوشه برو خونه تو. خیلی پستی اسمتو بخونم آبرود بره هیچ دختر دیگه به پا نده. بابا حرف بدی نزده دیگه. میگه بیا هم صحبت کنیم بعدش شلوارتو بکش برو بالا. چرا میخندی به چیز هم چیزیت به متن هم سنگریت؟ خیلی باحال زدم. میگه بیا ببرمت مسجد تو نماز بخون من نگات کنم. میگه بیا ببرمت مسجد تو نماز بخون من نگات کنم. منظورش سجده بیادم اینقدر بیادمید من واقعا دیگه چند سال شدم. میگه بهش میگم بنزم راگوزه خیلی بده اینا بعد میگی بنزم راگوزه میگه نفسم بلبل تو قفسم.
آی خدای غیرت دختر داره. آره یه بلبل تو قفسم. نفسم بلبل تو قفسم. واقعا یه اون نشستی رو مبل یهو بهش میگی نفسم بلبل تو قفسم من میری تو اتاق اوکی میشه. خیلی باحال بود نظر من. بریم دو تا از وایسا هم بشنویم ببینیم چی گفتن تو وایسا. نظرتونه؟ آره. من اگر کسی خوشم اومده ولی نه واسه رابطه‌ای فقط همین مسئله خاک بر سری و این حرفا بخواد باشه، خب طبیعتا که باید یه مکالمه اولش داشته باشی و یه ترفندی که خود من دارم و فکر می‌کنم که خیلی‌ها دارن اینه که یه عکسی از خودت به یه بهونه میفرستی تا یه نظری ازش بپرسی و طبیعتا اگر اون پسر هم اوکی باشه همونجا مشخص میشه، اشاره میکنه به این که تو چقدر خوشگلی، تو چقدر فلانی و بیساری و تموم و همونجا میتونیم بگی که بیا کامان. ای دختر زرنگ آفرین واقعا این حالت بود قدر این حالت بود. خب بچه‌ها بریم بعدیش. از اینجا شروع میکنم که میگم کسی نمیتونه خوب و بد و تشخیص بده، اصلا کی هست که بتونه بگه چی کاری خوبه چی کاری بده. بعد میام گناه رو به چالش میکشم که یه سری باورهای اشتباه داریم که همه فکر میکنن گناهه. کی گفته یه تیکه گوشت بره تو دو تیکه گوشت گناه حساب میشه؟ دیگه با همین بحث شروع میکنم دیگه. اگه طرف بخنده دیگه تمام بهش ثابت میکنم که گناه هست یا نه. چقدر استاد بود، یعنی همه چی رو زیر سوال بود، به چالش کشید که بتونه بزنه یارو رو. به 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 ماشاءالله به واقعا ایستاده براتون دست بزنه. بعدی پسره میگه اصلا پیشنهاد مطرح نمیکنم، میگم بیا خونمون فیلم ببینیم بازی کنیم حرف بزنیم، تازه قولم میدم دست بهش نزنم اما با یه علاده شیطانی. تو یه دروغگوی میگم اسم تو مهدی غلط کردی دختر مهدی رو باید خونه. آقا ما داریم میگیم چجوری پیشنهاد میدی، خب تو داری گول میزنی در بالا. تو داری گول میزنی داری گول میزنی. میگه حتی میگم دست نمیزنم. نگاه گول نخوری. اگر هر مهدی دیگه از من تو زندگیتون بهتون گفت دست نمیزنم، مهدی تو مهدی رو خراب کردی، یاد باشه تو کردی. بعدی میگم چه بخوای چه نخوای یه روز باید بیای، پس امروز بیا. یه روز باید بیاد. آقا باید من از دخترها اینجا دفاع میکنم. این دیگه خیلی لاشه آجی. میگه بهش میگم قلیون بذارم، اگه بگه آره که میاد، اگه بگه که نه که هیچی. یعنی با کده یا کده یا یعنی میخواد با کمترین هزینه بیشتر استفاده رو بکنه. یه قلیون آقای تو میگیره میذاره بعد کار هندل میکنه. برگام تو خیلی لاجی آجی، تو یه ذره هزینه نمی‌کنی. دختر میخواد بگم هزینه کن. درست میگم؟ این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. بچه‌ها اگر این موضوع رو دوست داشتید برامون پایین بگید که پارت 2 هم براتون بذاریم، اما کانالش باید کامنتش به 300 تا برسه. ممنون که سابس لایک کامنت برامون میذارید. خیلی دوستتون داریم، خیلی. تا ویدیو بعدی من کیوری ماشی بکنم. اصلا دیگه من از نسل شما بابا بابا Girls